نشریه رسمی حکومت تاجیکستان با چاپ مطلب از پارلمان خواسته است که 5 اکتبر روزی تولد رئیس جمهور امامعلی رحمان را روزی ملت تعیین کند. در این مطلب جمهوریت گفته شده است که روزی تولد رئیس جمهور رویداد تاریخی مهم و شادی بخش به شمار می آید. امسال رئیس جمهور تاجیکستان به سن 65 رسید. روزی 5 اکتبر در تاجیکستان همزمان روزی زبان تاجیکی است. مؤلف مطلب برای تقویت اندیشش 3 دلیل آورده است که در مجموع خدمت‌های امامعلی رحمان در دولتداری و ملت‌سازی را نمونه نادر توصیف می‌کند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که از سال 1992 رهبری کشور را بر دوش دارد، سال 2016 با قبول قانون خاص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت اعلان شد. این قانون به امامعلی رحمان اجازه می‌دهد که به محدود شخص اولی تاجیکستان باشد. ایده پیشوای ملت اعلان کردن امامعلی رحمان از سال 2010 از جانب ساکنان عادی پیشنهاد شده بود و در آخر آن قانونی شد. معمولاً اکثر پیشنهادهای مهم در رابطه با عنوان جایزه دادن پرزیدنت کشور از جانب ساکنان عادی صدا می‌دهند و اکثراً در عمل تطبیق می‌شوند. امامعلی رحمان که حالا 65 سال دارد، 19 نوامبر سال 1992 در 40 سالگی در اجلاسیه 16 شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان رئیس این شورا و طبعاً رهبر اول کشور انتخاب شد. در آن روزها در مناطق جنوب و مرکز تاجیکستان زد و خوردهای مسلحانه بین نیروهای فرانت خلقی و نیروهای صادق به حکومت مراسای ملی هنوز ادامه داشت و به این دلیل اجلاسیه 16 شورای عالی را در قصر ارباب در کنار شهر خوجند برگزار کردند. امامعلی رحمان همین طور در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 با پیروزی بر رقیبش سفیر وقتی تاجیکستان در روسیه عبدالملک عبداللهجانوف به مقام رئیس جمهور رسید. او در انتخابات پرزیدنتی سال 1999 زمان ریاست خود را برای 7 سال دیگر تمدید کرد و با تغییر قانون اساسی در سال 2003 حق شرکت باز در 2 انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را به دست آورد. امامعلی رحمان همین طور در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 و 2013 برنده شد. طرفدارانش ختم جنگ داخلی، ثبات، ساختمان چند نقب و رشد اقتصاد را از کامیابی‌های امامعلی رحمان در 25 سال رهبریش می‌دانند. اما منتقدان می‌گویند با گذشت 25 سال حکومت هنوز نتوانسته است که مردم را با جای کار و برق دائمی تامین کند. مایه دیگری نارضایت، تمرکز بیشتر قدرت، تحکیم موقع اعضای خانواده در حکومت و از صحنه سیاسی دور کردن مخالفان شده است که به قول منقدان گوناگون اندیشه سیاسی را از بین میبرد.